به نام خدا عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت تمام دوستان عزیزم. درود بر شما. درود بر شمایی که پر از انرژی مثبت هستید. امروز هم در واقع این انرژی مثبت میخواد مضاعف بشه و یک اتفاق عجیب غریب بیفته. فقط خواهش میکنم سقف خونتون رو با ابر بپوشونید که اگه یه وقتی خدای نکرده سرتون خورد به سقف اتفاقی براتون نیفته، چون امروز جلسه بسیار زیبا و جذابی رو پیش رو خواهیم داشت. تو جلسه اول بحث نمودارشناسی رو با هم دیگه پی گرفتیم، شماره 1. در جلسه بعد وارد درجه 2 شدیم چون خاصیتاشو بسیار بسیار لازم داریم و از اینجا به بعد که وارد نمودارشناسی 2 خواهیم شد تو این جلسه شما به صورت کاملا محسوس کاربرد تابع، معادله و نامعادله درجه 2 رو از اینجا به بعد حس خواهید کرد. در انتهای این جلسه یک قسمت بسیار زیبایی رو براتون بیان خواهم کرد، همون چیزی رو که قولش رو داده بودم تو جلسه اول. با هم دیگه میبینیم این جلسه خیلی زیباست. در واقع بحث کاربرد مشتقه. اگه موافق باشید شروع بکنیم با نقاط بحرانی و اکسترموم، بعدش وارد نقاط عطف خواهیم شد. سلام پوریا جون. سلام. حالت چطوره؟ خوبی؟ ممنونم، مرسی. شما خیلی خوش اومدی. قربانت. ممنونم. یه سلام بکنم. خواهش میکنم. سلام میکنم به همه بچه‌ها در هر جایی که هستن و در هر زمانی که دارن ما رو میبینن. خسته نباشید عرض میکنم. خدا قوت. با ما همراه باشید. قسمت 3 جنبندی ریاضیات تجربی. مرسی، ممنون. خب پوریا جان، همونطور که گفتم بحث ما در مورد نقاط بحرانی، اکسترموم و همچنین عطفه. در ضمن تقعر رو هم میخوایم توضیح بدیم. درسته؟ بله. هرچند که تو جلسه اول در مورد اینها به صورت ضمنی توی هر اسلاید یه صحبتی کرده بودیم. خب؟ بله. آقا یه نگاه بکن. من اینجا 3 تا نمودار برات کشیدم و 3 تا نقطه داره قلبشون میتپه. همینطور. میبینی؟ آره، این حالت وجود داره. آقا این نقطه طولش چیه؟ اگر بزنیم به تابع F بهمون چی میده؟ F A. پس A و F A. اینجا هم A و F A. اینجا هم A و F A. پس من 3 نقطه دارم روی 3 تا تابع. میگم این نقاط اسمشون A و F A هستن. اولین چیزی که اینجا کاملا مشهوده اینه که نقطه داریم روی نمودار. وقتی من میام میگم نقطه، یعنی این نقطه طول داره، عرض داره. پس یعنی در واقع این نقطه دامنه دارد. من الان میخوام اسم بحرانی بذارم رو اینها. این نقاط بحرانی هستند. میگی نه؟ نگاه کن. الان یه شخصی همینطور داره روی این نمودار تاتی میکنه، میاد بالا و خیال راحت، هیچ اتفاقی نمیفته. همین که میرسه اینجا یک دفعه زیر پاش میبینه یه دره وجود داره. بحران اینجا ایجاد شد. فهمیدی چی شد؟ خب یه شخص دیگه روی این نمودار داره تاتی میکنه، میاد بالا، اصلا عین خیالش هم نیست، هیچ مشکلی نداره. به محض اینکه میرسه اینجا یک دفعه میبینه شکست. الان که بیفته باز. اما اینجا رو نگاه کن. حالا نمودار اینوری کشیدم. فرض کن یه شخصی از اینجا داره حرکت میکنه، از اینجا داره میاد پایین، یواش یواش میبینه شیب داره زیاد میشه لحاظ اندازه. درست. میفهمی چی میگم؟ بله. وقتی میرسه به اینجا احساس میکنه دیگه سقوط آزاده. چرا؟ چون اینجا نمودار حالت ایستاده داره. فکر میکنه که الان سقوط آزاد قراره بکنه. به اینجا که میرسه این نقاط بحرانی هن. این نقاط تابع در این نقاط مشتق پذیر نیست. اینجا تابع چی شده؟ ناپیوسته شده، پاره شده. مشتق چپ یعنی مماس چپ شیبش. درسته؟ اما مشتق راست کو؟ نداریم. شما توی این سمت نمیتونی مماس درست بکنی. میفهمی چی میگم؟ بله. شما باید مماس راست داشته باشی، مماس چپ داشته باشی، شیبهاشون هم اندازه و برابر باشن با هم دیگه. خب من اینجا وقتی که مشتق راست ندارم چیکار کنم؟ پس یعنی مشتق چپ با راست اصلا نمیتونیم بگیم برابر هستن، چون اصلا مشتق راست نداریم ما اینجا. درست. نتیجه تابع مشتق پذیر نیست. اینجا مشتق چپ دارم، مشتق راست دارم، یعنی مماس چپ مماس راست، شیبهاشون با هم برابر نیستن. شیبهای مماس چپ و راست رو بهش میگیم مشتق چپ و راست. قبوله؟ بله. پس یعنی تابع تو اینجا مشتق پذیر نیست، چون مشتقای چپ و راست با هم برابر نیستن. مشتق چپ و راست داریم اما برابر نیستن. درسته؟ بله. تو اینجا چی؟ مشتق چپ مشتق راست. آقا تابع حالت عمودی داره. مشتق مگه شیب نیست؟
شما مماس چپ و مماس راست داری، چون در واقع مماسای چپ و راست عمودی هستن، شیبشون از جنس بی‌نهایته، پس مقدار ندارن. پس ما میگیم اینجا مشتق چپ و راست ما دارای مقدار نیست که ادعای برابری داشته باشیم. پس تابع در اینجا مشتق پذیر نیستش. پس اگر تابعی در x مساوی a ناپیوسته باشد، در x مساوی a شکسته باشد، در x مساوی a ایستاده باشد، شکسته، ناپیوسته، ایستاده، در اون صورت ما به اون نقطه میگیم نقطه بحرانی. پس همین الان من میتونم نقطه بحرانی رو یواش یواش تعریف بکنم. بگم نقطه بحرانی نقطه‌ای است که در آنجا تابع مشتق ندارد. همه این حالت‌ها رو با نیمکره راستمون دیدیم. درسته؟ بله. اما آیا نقطه بحرانی به همینجا ختم میشه؟ نه. خب من اومدم نقاط بحرانی رو تو کجا؟ تو نیمکره راست برات تعریف کردم، تصویری. درسته؟ بله. اینجا که دیدی مشتق صفر بود، مشتق صفر بود، تو اونجا هم مشتق صفر. قبوله؟ بله. اما اگر بخوایم بریم تو نیمکره چپ تعریف بکنیم، با توجه به صحبتایی که کردیم تو اسلاید قبلی، ما داشتیم نقاط شکسته، ناپیوسته یا ایستاده. اونها همه میگفتیم مشتق پذیر نیستن تا به تو اون نقطه. درسته؟ بله. اینجا مشتق وجود دارد و صفر است. پس میام اینطوری تعریف میکنم، میگم آقا نقاط ابتدا انتها رو بذار کنار، در نقاط میانی، درسته؟ به نقطه آ و اف آ میگم بحرانی اگر یکی از این دو شرط ها موجود باشه. چی؟ مشتق تابع f تو آ موجود نباشه، درسته، یا اگر موجود هست صفر باشه. این میدونی مال کدومه؟ ناپیوسته. اسلاید اولیه شکسته، که اول ناپیوسته بود، بعد شکسته شد، درسته، بعد ایستاده شد. این مال اون ستاست. بله. چون مشتق موجود نیستش. درسته؟ بله. پس ببین چپ رو دارم به اون راسته ارتباط میدم. قبوله؟ بله. اینجا اف پرایم آ مساویه با صفر، یعنی مشتق صفر، یعنی تابع خوابیده دیگه. این دقیقاً مال اسلاید قبلیه. درست. تابع حالت سهمی داشت، خوابیده، حالت لور داشت، خوابیده، یا اصلا تابع به شکل ثابت بود، کلا در یک عالمه نقطه همش خوابیده بودش. درست. اون بحرانی‌ها مال این قسمت هستن. قبوله؟ بله. خب حالا هدفی دارم من، میخوام نقاط بحرانی رو با اکسترموم، متوجه چی میگم، ارتباط بدم. درست. ببین یه کیسه ای رو در نظر بگیر، من تو این کیسه نقاط بحرانی ریختم. من به این کیسه میگم کیسه مادر، مجموعه مادر. درست. این حرفایی که دارم میزنم در مورد نقاط ابتدا و انتها اصلا نیست، من دارم در مورد نقاط میانی صحبت میکنم. پس یعنی مجموعه نقاط بحرانی رو به عنوان یک مجموعه مادر در نظر بگیر. اگر این مجموعه رو بیایم بچه هاشو دو دسته بکنیم، یه دستش اکسترموم ها هستن، یه دسته غیر اکسترموم ها هستن. میدونی منظورم چیه؟ هدفی دارم، میخوام بگم اگر دنبال نقاط ماکسیموم یا مینیموم میگردی، اول برو سراغ مادرشون، چون اکسترموم ها، ماکسیموم، مینیموم ها بچه های نقاط بحرانی هستن. برو سراغ مادر، یعنی از اون تابع ابتدا نقاط بحرانیشو پیدا بکن، حالا از اون بحرانی ها برو بگرد ببین کدوم هاشون بچه های خلف هستند، یعنی اکسترموم ها، کدوم هاشون ناخلفن، یعنی غیر اکسترموم ها. برمیگردم عقب تا متوجه بشی. قبوله؟ باشه. مثلا برگردیم به این قسمت، تو اینجا. آقا مگه این نقاط بحرانی نبودن؟ بله. بحرانی ها از جنس مشتق ناپذیر دیگه. درست. خب آیا این نقطه ماکسیموم نسبی نیستش؟ چرا؟ این نسبت به همسایه بالاتر. و نسبت به همسایه بالاتره. درست. آیا بحرانی نبود؟ این بچه خلفه. اکسترموم، ماکسیموم نسبی. فهمیدی چی میگم؟ بله. الان اینجا رو نگاه بکن، این نقطه ماکسیموم نسبی نیستش؟ چرا؟ بله، نسبت به همسایه‌اش بیشتره. درسته؟ بله. پس این چه وضعیتی داره؟ میگیم همون بحرانیه که بچه خلف داره. این جزء بچه خلفه. اما اینجا رو نگاه بکن، این نقطه بحرانی مگه نبودش؟ چرا؟ ببین تو کیسه ما همین نقطه موجوده. اما حالا این نقطه رو نگاه کن، این نقطه از این همسایه‌اش بیشتره، از اون همسایه‌اش چیه؟ کمتره.
قبول داری حرف من بله. رو؟ ناخلف. پس نمیتونه ماکسیموم یا مینیمم باشه. این جزء بچهای ناخلفه. درسته. اما همه اینا نقاط بحرانی هستن. یه سریشون ناخلفن غیر اکسترمومن، یه سریشون خلفن اکسترمومن. آها. فهمیدی حرف من رو؟ اشکالی که نیستش. حالا قسمت بعدی رو نگاه بکن. مثلا اینجا این نقطه اکسترموم هست یا نه؟ بله. بله. قبلا هم که دیدیم بحرانی بود. درست. پس بحرانی که اکسترموم است یعنی چی؟ یعنی بچه خلف. اینو نگاه بکن. از این همسایه‌اش کوچیک‌تره، از اون وری بزرگتره. پس این میشه ناخلف. درسته؟ حالا این نقطه رو نگاه بکن. از این همسایه‌اش و از اون ور چی‌تره؟ هم بزرگتره هم کوچیک‌تره. اینطوری بگیم. یا نه میگیم کوچیک‌تره نه ببین بزرگتره. این اکسترموم نسبی ماکسیموم نسبی یعنی نقطه‌ای که نسبت به همسایه‌هاش یا بزرگتر باشه یا مساوی. درسته؟ بله. خب این نقطه نسبت به همسایه‌هاش بزرگتر نیست اما مساوی رو که هست. درست. پس میتونم اسم ماکسیموم نسبی روش بذارم. آیا این نقطه نسبت به همسایه‌هاش کوچیکتر نیست مساوی رو که هست؟ درست. پس کوچیکتر مساوی رو میتونیم بگیم هستش. هم مینیمم نسبی آره. هم ماکسیمم. این نقاطی که روی خطوط افقی قرار دارن هم ماکس نسبی هم مین نسبی. درسته؟ بله. پس اینا هم جزء بچهای خلف هستن. درسته؟ فهمیدی چی شد؟ آره کامل. اینا مربوط به نقاط میانی انا، نقاط ابتدا انتها اصلا بحث نکردم من. درست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اصلا نقاط ابتدا و انتها بحرانی نیستند. متوجهی؟ بله. حالا که فهمیدیم جریانات چه قراره، بعد از این تعریف من میتونم اینطوری بگم برای یافتن نقاط اکسترموم یعنی بچه‌های خلف درسته. در درون بازه یعنی نقاط میانی دست به دامن کی میشیم؟ مامان. میگیم مامان بچه‌هاتو معرفی کن، بچه‌های خلفت رو. فهمیدی چی شد؟ بله. اشکالی که نیستش. خب اما اینجا رو نگاه کن. توجه. نقاط ابتدا و انتهای یک تابع بحرانی نیستند. بحران میدونی کی به وجود میاد؟ یه کارخونه رو در نظر بگیر. آقا تو میخوای استارت بزنی، صبح اومدی میخوای کارخونه رو استارت بزنی شروع بکنی. بحران کجا بود اول کار؟ شب میخوای استارت رو قطع کنی، میخوای خاموشش کنی، دکمه آف رو بزنی. خب بحرانی در کار نیست. ابتدا انتها بحران نیست. بحران فقط تو مسیر به وجود میاد. پس ما نهیم بگیم آقا نقاط ابتدا و انتها حتما نقاط بحرانی هستند. اصلا نیستند. درست. فهمیدی حرف من رو؟ خب حالا مثلا الان تابع رادیکالی که بین x2 میتونی من بگی این نمودار چیه؟ نیم دایره. از کجا فهمیدی؟ میدونستی؟ خب باش. حالا بیایم ببینیم اصلا فلسفه این نیم دایره چیه، چون بعضی از بچهای تجربی اصلا نمیدونن نمودار این چیه. درست. ولی بچهای تجربی اینو میدونن x2 به علاوه y2 مساوی r2 نمودار یک دایره است. اینو قبول داری یا نه؟ بله. پس x2 به علاوه y2 مساوی با r2 شد نمودار دایره‌ای به شعاع r به مرکز 0 و 0 یعنی مبدأ مختصر. قبوله؟ بله. یعنی انگار به مرکز 0 و 0 یه دایره میزنی به شعاع r. درست. اونم معادلش بود که گفتم. بله. حالا x2 به علاوه y2 مساوی r2 y2 رو نگه دار، x2 رو ببر اونور، پس y2 میشه r2 منهای x2. درست. y میشه مثبت منفی رادیکال r2 منهای x2. درست. مثبت رادیکال r2 منهای x2 نیم دایره رو به بالاست، منفی رادیکال r2 منهای x2 نیم دایره رو به پایینه. اینم رادیکال r2 به شعاع 1 منهای x2 هستش. پس چون مثبته نیم دایره رو به بالا هستش. درسته؟ بله. یعنی نمودارش به این شکله. اگر من منها میذاشتم نیم دایره پایین میشه. آها یه سوال دارم. اگر به من بگن رادیکال 4 منهای x2 به شعاع 2 چرا؟ من اینجا گفتم 4. اینجا تو حتما منظورت اینه که 2 به توان 2 منهای x به توان 2 r2 منهای x2 تو rشو پیدا کردی. 4 رو که بهت میدن یعنی به توان 2 شه. خود r چی میشه؟ 2. پس میگیم دایره‌ای نیم دایره‌ای به شعاع 2 داریم به مرکز 0 و 0. رادیکال 9 منهای x2 چی میشه؟ میشه نیم دایره به شعاع 3 به مرکز 0 و 0. خب منهای رادیکال 4 منهای x2 میشه نیم دایره پایین به شعاع 2. مرسی. پس فهمیدیم بله. دیگه. خب حالا که اینو فهمیدیم نگاه بکن نقطه ابتدا و انتها بحرانی هستن؟ نه دیگه. نه نیستن. ابتدا و انتهای کارخونه است. دکمه استارت زدی، اونجا دکمه آف رو زدی، بحرانی در کار نیست. بحران میدونی کجا به وجود میاد؟ نقطه 0 مشتق 0. این نقطه مشتق 0 است. بله.
پس این تابه الان من میگن چند تا نقطه بحرانی داره، میگم یه نقطه بحرانی داره. درسته؟ بله. بعد یه چیز جالب بهت بگم، یه چیز جالب. اگر شما از یک ریشه به یک ریشه دیگر سفر کنی، هر جور دلت میخواد سفر کن. درسته؟ هر جور دلت میخواد سفر کن. برو بالا، بیا پایین، اصلا بیا پایین، برو بالا. از یک ریشه به یک ریشه دیگه سفر کنی، حداقل یک نقطه بحرانی خواهی داشت. ما بین دو ریشه. درست. اینو میدونستی؟ خیلی جالبه. شما وقتی که ببین از اینجا به اینجا میای، ساده ترین حالتت اینه که اصلا صاف بری. بی نهایت نقطه بحرانی داری. اگر اینطوری بری بالا و بیای پایین بدون هیچ پیش و خمی، یه نقطه بحرانی درست میشه. چون بری بالا بیای پایین یه ماکسیمم درست میشه. اون ماکسیمم بچه بحرانیه ها. میفهمی چی میگم؟ بله. بیای پایین بری بالا یه مینیمم درست میشه. اینم بچه بحرانیه ها. پس یعنی یه بحرانی داری. حالا ممکنه بری بالا بیای پایین، بری بالا بیای پایین. خب یه عالمه ماکسیمم مینیمم درست میشه. پس یه عالمه نقطه بحرانی خواهی داشت. پس از یک ریشه به یک ریشه دیگر سفر کنیم، حتما یک بحرانی خواهیم داشت. و در حالت کلی اگر از دو نقطه هم ارتفاع از یکی به یکی دیگه سفر بکنی، حالا لازم نیستش از یک ریشه به یک ریشه دیگه، از دو نقطه هم ارتفاع، درسته، نموداری رو وصل کنی به اینها، حتما یک نقطه بحرانی لااقل پیدا میشه برات. درسته. من چیزی که الان یاد گرفتم از حرفای شما، اگه ما دو نقطه هم ارتفاع داشته باشیم، ضمن اینکه تابع پیوسته باشه، درسته، حداقل یه دونه نقطه بحرانی رو داریم. تابع ناپیوسته باشه چی؟ نه دیگه. حتما باید پیوسته باشه. خب تابع ناپیوسته باشه. تابع ناپیوسته باشه اصلا هیچ مشکلی نداریم. الان من از اینجا حرکت میکنم میرسم به اینجا. خب بعد دوباره تابع رو پاره میکنم میام اینجا. شما به یک نقطه بحرانی خواهی رسید. چرا؟ چون اونجا تابع مشتق‌پذیر نیستش. آها، درست میگی. متوجه چی میگم؟ فقط تنها شرطش بهتره اینطوری بگیم تابع ما در بازه A تا B تعریف شده باشد. متوجه چی میگم؟ بله. در بازه A تا B تعریف بشه. حالا میخوای هر جور دلت میخواد حرکت کن، ناپیوسته میخوای بشو، شکسته میخوای بشو، هر جور دلت میخواد باش. متوجه. درست شد؟ بله. خب سراسری خارج 89 آقا وارد سوال بشیم. موافقی؟ بله. از اینجا به بعد فقط میخوام سوال حل کنم. دو نقطه به طولهای منای 5 و 3 میگه نقاط بحرانی تابع درجه 3 هستن. مقدار مینیمم نسبی این تابع کدام است؟ فعلا اصلا من هیچ کاری با این سوال ندارم. یه چیزی رو اینجا بگم. تابع درجه 3 یادمون باشه شکل کلیش AX3 به علاوه BX2 به علاوه CX به علاوه D. درسته؟ درست. گفتم AX3 تابع درجه 3 اگر ضریب X3 مثبت باشه، روند کلی تابع رو به بالاست. درست. حالا تابع شاید از پایین حرکت بکنه، اینجا یه پیچ و خمی بخوره ولی دوباره میره بالا. یعنی کلا میخوام بگم تابع از پایین داره میره بالا. پس اگر ضریب X مثبت باشد تابع از پایین میرود بالا. اگر ضریب X منفی باشد تابع از بالا میآید پایین. حالا ممکنه اینطوری حرکت بکنه، از بالا میاد پایین. فهمیدی چی شد؟ پس الان این تابع چی کار داره میکنه؟ میره به سمت بالا. میره به سمت بالا. درسته؟ بله. حالا میگه منای 5 و 3 نقاط بحرانی این هستن. پس تابعی که از پایین داره میره بالا اگر دو تا نقطه بحرانی داره، پس باید داره میره بالا یک لحظه افقی بشه، مشتقش 0 بشه، درسته. بعد دوباره میاد پایین، دوباره باید افقی بشه، مشتقش 0 بشه و دوباره بره بالا. پس این تابع درجه 3 میتونه یه همچین شکلی رو داشته باشه. درست. و این نقطه طولش چیه؟ منای 5. این نقطه طولش چیه؟ 3. چون اینا نقطه بحرانی تابع تو هستن. درست. جا افتاد مطلب یا کاملا. تا اینجا که ایرادی نیست؟ نه. خب حالا در ادامه سوال مینیموم نسبی این تابع کدام است؟ با نیم کره راست که داره میگه 3 مینیموم نسبیه. ببین وقتی میگه مینیموم نسبی نگفت طول نقطه مینیموم نسبی، عرضش، مقدارش رو خواسته.
پس من باید این 3 رو بندازم تو تابع تا ارتفاع بگیرم. درسته؟ بله. اون مقدار بهش میگم مینیمم نسبی. خب تابع من اینه، 3 رو بندازم، من اینجا آ و ب مجهول دارم. گرفتاری شدیم ها. آره. چیکار کنیم آ و ب رو پیدا بکنیم؟ ها؟ خب تا اینجا که مشکلی نداری، تا اینجا فهمیدی؟ خب یه سوال دارم، آیا همین نقاط بحرانی که میبینی از اون دسته نیستن که مشتقشون صفره؟ بله. خب پس مشتقشون صفره، پس یعنی اگر من مشتق این رو بگیرم خب به تابع درجه چند میرسم؟ 2. و این تابع درجه 2 جا صفر میشه. یعنی مشتق در 2 جا صفر میشه. یعنی اون تابع درجه 2 تا ریشه داره. درست. یه ریشش 3، یه ریشش منهای 5. بیا مشتقشو بگیریم. 3x2 به اضافه 2x به اضافه ب. خب پس این مشتق. درست. آیا این مشتق 3 و منهای 5 صفر نمیکنه مشتق رو؟ پس 3 و منهای 5 ریشه این درست. تابع نیستش؟ چرا؟ اگر 3 ریشه این تابع باشه من میتونم تو تجزیه کردنش x منهای 3 در بیارم ازش؟ آره. آیا تو تجزیه کردنش میدونم x به علاوه 5 در بیارم؟ درست. بعضیا میدونی چیکار میکنن؟ 3 رو میندازن تو تابع مساوی 0 قرار میدن، منهای 5 رو میندازن تو تابع مساوی 0 قرار میدن، 2 معادله 2 مجهول در میارن، از اونجا آ و ب رو پیدا میکنن. من میگم آقا نکن این کارو. 3 و منهای 5 ریشه های این مشتقن، ریشه های این عبارت درجه 2 هستند. پس این عبارت درجه 2 پرانتز x منهای 3 داره، پرانتز x به علاوه 5 داره، ولی x منهای 3 و x به علاوه 5 ضربشون اینجا x2 میده. تو چی داری؟ 3x2. پس اینجا 3 رو میذاری. اینجا کاربرد درجه 2 رو داریم میبینیم. بله. میفهمی چی میگم؟ بله بله. خب آقا این f پرایم مشخص شد، اشکالی که نیستش. الان فکر کنم همه چی پیدا شد دیگه. من اگه اینها رو درم ضرب بکنم آ و بی من پیدا میشه دیگه. نمیشه؟ همین الان میشه من بگی من باید این عدد رو در این عدد ضرب بکنم، آخرش در 3 ضرب بکنم. درست. میشه بین 15. ضرب در 3 میشه چی؟ من 45. پس بی من باید من 45. درست. درسته؟ بله. حالا اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته. x2 ضرب در 3x2 رو میده. درست. اما اینجا من 3x به علاوه 5x میشه 2x. درسته؟ بله. 2x ضرب در 3 6x. سکو نگو 2x ضرب در 3 اینطوری حساب بکن. نگو 6x بعد حالا بیا آ رو پیدا بکن. فهمیدی چی شد؟ بله بله. پس آی تو چنده؟ 3. پس آ 3 بی اونم منهای 45. فهمیدی حرفم بله. رو؟ خب پس من آ و بی رو پیدا کردم. آقا آ و بی رو میذاری توی اینجا. درست. چرا؟ چون تو دنبال چی میگردی؟ 3 رو میخوای بندازی مقدار مینیمم رو پیدا بکنی دیگه. بله. پس این کارو میکنیم. آمون چند بود؟ 3 بود. درسته؟ بله. اینجا هم چی بودش؟ منهای 45 بود. ما اومدیم چیکار کردیم؟ 3 رو انداختیم تو تابع. 3 رو بندازی تو تابع به چی میده؟ 27. 3 رو بذاری اینجا 9. اینجا آم که 3 بود میشه 27. درسته؟ اینجا من 45 بود، 3 رو بذاری میشه من 135. خب 27 من 135 میشه من 81. بسیار. F3 پیدا شد. یعنی مقدار مینیمم. درست. اوکی؟ این نکتهش خیلی نکته خوبی بود منتظری. بچه‌ها اگر بلد باشن ریشه های تابع به شکل پرانتزی چجوری در میاد، آره. دیگه لازم نیست 2 معادله 2 مجهول 3 معادله 3 مجهول حل کنن. آره. عمدتاً من خودم همیشه همون راه رو میرفتم، ولی این خیلی قشنگه راش. درسته؟ بله. بریم بعدی. سراسری 86 میگه نقطه بحرانی این تابع روی بازه منهای 1 و 2 چگونه است؟ میگه اون نقطه بحرانی که این تابع داره در این بازه مینیمومه، ماکسیمومه، نقطه عطفه یا نه مشتق ناپذیره؟ اون نقطه بحرانی تو بگو. خب خدایا من الان این تابع x منهای 3x2 به علاوه 4 تازه این به توان 1/3 یعنی رادیکال فرجه 3. بله. خب من یه همچین تابعی دارم، میخوام نقطه بحرانیشو پیدا بکنم، باید مشتق این تابع رو بگیرم. نه قاعدتاً دیگه. آره مشتق رو بگیرم ببینم مشتق کجا صفر میشه، مشتق کجا وجود نداره، بعد اون موقع بیام اون نقاطی که پیدا کردم تو بازه من 1 تا 2 ببینم چیه. خب این میشه روش که همه جا داریم. درست. اما روش منتظری رو نگاه کن، حال کن، فقط لذت ببر. اولا که این قبول داری که یه رادیکال فرجه 3. آره. خب درست. من این تابع رو میتونم با رسم برم جلو. میگی منتظری چجوری میخوای اینو رسم کنی؟ عزیز من اصلا کاری نداره.
این رادیکال فورجستر که نوشتم، من اینجا x منهای 3x2 رو میتونم از x2 فاکتور بگیرم؟ چرا؟ درسته. میشه x2 در x منهای 3. بله. اون 4 هم کنارش گذاشتم، یعنی تو اینجا فاکتور نگرفتم، فقط از دو جمله اول فاکتور گرفتم. ببین من تیکه تیکه تابع رو رسم میکنم. فعلا با رادیکال فورجستر کاری ندارم، فعلا با 4 هم کاری ندارم، با این قسمت آبی رنگ کار دارم. آیا اینو بلدم رسم کنم یا نه؟ بله، من از جلسه اول یاد گرفتم رسم نمودار رو. نیم کره راستم فعال شده. درست. آقا یه ریشه دارم 0 حالت سهمی، یه ریشه دارم 3 قاطعه. پس یعنی اینجا 0 و 3، اینجا حالت سهمی، اینجا حالت قاطع. سوال، قاطع رو به بالاست یا پایین؟ میریم بررسی می‌کنیم. میگم آقا اینجا چند بود؟ 3 بود. 4 رو بنداز. مثبت میشه جلوش. مثبت. آها، مثبت. این قاطع رو به بالاست. پس اینجا سهمی هم رو به پایینه. درست. پس یعنی تابع تو به این شکل در میاد. اینو قبول داری یا نه؟ بله. تاجیکی ایراد نیست. خب حالا قراره این تابم رو 4 واحد هول بدم بالا، بعد رادیکال بگیرم. قبل از اینکه این کارو بکنم 4 واحد هول بدم بالا، مگه نگفته تو بازی منهای 1 و 2؟ بله. درسته؟ درست. خب بیایم ببینیم اصلا تو بازی منهای 1 و 2 چه وضعیتی داریم. درست. من میگم آقا منهای 1 قبول. اینجا رو من بازی منهای 1 این قسمت رو پاک میکنم. درست. اما 2 نمیدونم، نکنه اینجا این مینیمم رو 2 باشه، نکنه 2 من اینجا باشه، نکنه 2 من اینجا باشه. من نمیدونم این نقطه مینیمم قبل 2 بعد 2 چه وضعیتی داره. درسته؟ پس بهتره من نقاط ماکسیمم مینیمم رو پیدا بکنم. در مورد چه تابعی داریم صحبت می‌کنیم؟ تابع آبی. درست. خب نقاط ماکسیمم مینیمم جایی نیست که مشتق صفره. چرا؟ پس مشتق اینو بگیری چی میشه؟ بیا همین عبارت. بله. این عبارت. مشتقشو بگیر. 3x2 منهای 6x. 3x2 منهای 6x مساوی 0 قرار بده. درست. از 3xش فاکتور بگیری میشه x منهای 2. درست. پس یه ریشت 0 یه ریشت 2. پس یعنی یه ماکسیمم 0 یه مینیمم 2. آها. پس یعنی اگر شما از منهای 1 تا 2 میخوای باید این کارو بکنی. دقیقاً من رو اون نقطه پاکش کردم. میفهمی چی میگم؟ آره. پس تو بازی منهای 1 و 2 نگه داشتم این نمودارو. حالا این نمودارو 4 تا هول میدم بالا. 4 تا برو بالا، مثلا 4 تا. مهم نیست. حالا رادیکال مثلا ازش بگیر. اینا اصلا دیگه مهم نیستن. میدونی چرا؟ چون تو این بازه اون نقطه بحرانی تو ماکسیممه. درست. این گزینه 2. خیلی خوشگل بود سوال. فهمیدی چی شد؟ آره خیلی قشنگ بود. من اصلا ببین کلک زدم. من فقط با نیم کره راست رفتم جلو. آره. اگه می‌خواستم نیم کره چپ برم جلو فقط باید مشتق می‌گرفتم. آره. منم می‌خواستم اول پرسیدید، می‌خواستم یکم مشتق بگیرید. پس ببین الان یواش یواش دارم برای بچه‌ها اثبات می‌کنم. بچه‌ها هر راه حل در نیم کره چپ یک راه حل در نیم کره راست دارد. درست. میل خودته، هر کدوم دوست داری انتخاب کن. خب سرسری 86 گاهی اوقات تلفیق اینا اینقدر زیبا میشه، دوتاشون با هم قاطی میشن، فوق‌العاده قشنگ عمل میکنه. میگه مینیمم مطلق این تابع روی بازه منهای 1 تا 3 کدام است؟ درست. وقتی صحبت از مینیمم ماکسیمم میشه ما باید مشتق تابع رو بگیریم، مساوی 0 قرار بدیم. درسته؟ بله. قبول داری حرف من رو؟ خب الان اینجا این تابع داره داد میزنه، میگه تو رو خدا از من مشتق بگیری. چرا؟ چون مشتق بگیریم 4 رو بفرستیم با این میره، 3 رو بفرستیم با این میره، خیلی باحال میشه. نمیشه؟ پس الان مشتق اینو بگیرم چی میشه؟ x منهای x2 منهای 2x. بله. x منهای x2 منهای 2x. قبوله؟ بله. آیا میتونم از xش فاکتور بگیرم؟ بله. میشه x در x2 منهای x منهای 2. درست. تازه این عبارت درجه 2 ببین به درجه 2 ببین دارم همش اینجا هی میخوام ارجاع بدم به درجه 2. آیا این عبارت درجه 2 میتونه تجزیه بشه؟ میگیم بله. مجموع اولی و آخری میشه وسطی. یکیش منهای سی آب. پس منهای 1 و 2. درست. پس x به علاوه 1 x منهای 2. x به علاوه 1 x منهای 2. یه x هم که داشتیم از قبل دیگه. قبول داری یا نه؟ بله. پس تجزیه شده. چقدر خوب است مشتق تجزیه شود. چرا؟ چون من الان میخوام مشتق رو تعیین علامت بکنم. میدونم هر جا مشتق مثبت باشد تابع f داره صعود میکنه. هر جا مشتق منفی باشه تابع f داره نزول میکنه. میدونید چرا؟ تابع f پادشاهه. مشتق اول وزیر اوله، مشتق دوم وزیر دومه. وزیر میره بیرون، افرایم میاد تو، خوشحاله، میگه آقا مردم راضی هن. پس تو داری صعود میکنی، به پادشاه میگه. میفهمی چی میگم؟ بله. میره بیرون، میاد ناراحته، میگه آقا مردم ناراضی هن، تو داری نزول میکنی. به کی داره میگه؟ به اف، به پادشاه. میفهمی چی میگم؟ بله.
افزگوند وزیر دومه، فقط